ریختگیش هم به چنل تاتکر خیلی خیلی خوش اومدید. بالاخره بعد از 1 سال چنلمون 500 تایی شد و دم تک تکتون گرم، دست تک تکتون رو میبوسم. اگه من الان به اینجا رسیدم همش از پشتوانه شماست. پس یه ویدیو بوم براتون آماده کردم و از این بعد فعالیتمون هم بیشتره. لایک و زنگوله رو بکوب که بریم سراغ ویدیو. همونطور که میدونید روز به روز به محبوبیت دوربینای مداربسته اضافه میشه. یعنی مثلا این دوربینا گاهن تصاویر عجیبی رو مثلا ضبط میکنن که این ویدیو ممکنه یکی از اونا باشه و جالب باشه براتون. ببینید اینجا رو. بعد بگم الان که این ویدیو داره ضبط میشه ساعت 4 صبح، یعنی خورشید تازه داره در میاد. پشمام هم ریخته، صدا هم بالا نمیاد. صدای خشخش برگا رو زیر پاش میتونید بشنوید. کیفیت ویدیو پایینه، یعنی مثلا نمیتونیم تشخیص بدیم مثلا این چیزه، ولی خب بازم ترسناک میتونه باشه ها. مثلا فکر کن تو خونت نشستی، دوربین رو روشن میکنی، بیرون رو نگاه کنی، یهو با این تصویر روبرو میشی. واکنشت اونجا چیه؟ قطعا میترسی دیگه. این ویدیوهایی که اینجوریه احتمال فراتبی بودنشون زیادتره. میدونین چرا؟ چون حالت مثلا آدم مانند نیست، یعنی کدوم روحی مثل آدمه، ولی وقتی اینجوری میاد حالت روحه خیلی بیشتر شبیه از نظر من تا مثلا ویدیوهای دیگه. حالا نمیدونم نظر شما چیه، ولی فکر کنم شبیه تره. این صدای خشخشش ترسناکه. ویدیو شماره دوم تو تیک تاک منتشر شده که بازم با دوربین مداربسته ضبط شده. وقتی این ویدیو رو دیدم خودم پشمام ریخت، چون عاشق دوربین مداربستم من، چون به واقعیت نزدیک ترن. اهالی این خونه تو این خونه نبودن که نوتیفیکیشن امنیتی میاد رو شمارهشون، میگه مثلا این اتفاقی داره تو خونتون میفته. بعد اینا این دوربین رو چک میکنن، یه چیز وحشتناک میبینن. نگاه اینجا کنید. فصل صدای عجیب غریبیه. میگه بذار بیام تو، بدنم لرزید باش. یا حضرت علی ویدیو شماره 3. ویدیو بعدی برای عاشقای چیزای فضایی، یعنی مثلا یوفو، شامسنگ یا چیزی. این ویدیو تو مکزیک با گوشی ضبط شده که خیلی کمه، ولی خب بازم به تصویر میکشه اون چیزی که شما عاشقشید. یعنی نشون میده. خیلی کیفیت خوبی نداره ولی تصویر واضحی نشون میده. اینجا رو نگاه کن. بچه من خودم برنامه‌نویسم، ادیتورم، فرق ادیت و واقعی رو میفهمم. این چیزا اینجوری نمیدونم، حقیقت من نمیدونم. Estuvo aproximadamente 30 minutos esa cosa sobrevolando por su casa hasta que finalmente desapareció. شبیه یوفو نمیدونم چیه. این نورش کم و زیاد میشه، این خیلی اصلا نمیتونه ادیت باشه. که مثلا اون پشت بعد کیفیتش هم خیلی کمه، ادیت نمیتونه نزدیک باشه. میدونی مثلا اگه ادیت بود کیفیتش فیلمداه قوی بود، کیفیتش خدا بود، ولی مثلا وقتی پشت اونو کیفیتش ضعیفه مثلا نمیدونم دیگه. اینش یه ذره ترسناک میکنه قضیه رو.
ویدیو شماره 4 صدای عجیبی توی یکی از این فاضلابا توجه چند نفر به خودش جلب میکنه. به همین خاطر کارگرای این فاضلاب میرن که ببینن اصلا این صدا چیه، از کجا میاد، مشکلش چیه، کرمش چیه. که یا حضرت ابوالفضل ساختگیش هم تو اون شب ترسناکه، چه برسه مثلا به واقعی بودنش. تو فاضلابای خارج که مثل شهر زیرزمینی هن، گزارش های زیادی مثلا چیزایی مثل قپ و دیگه نمیتونم بگم به خاطر محدودیت یوتیوب، چیزای اینجوری داخل ایالات متحده زیاده، تو مکزیک و این ور اون ور. حتی سال 2010 یه تمساح 3 متری تو اون چیز پیدا شد، تو اون فاضلابشون. اما شهرهای زیرزمینی فاضلابشون برای همین چیزاش ترسناک تره. شما چی فکر میکنید؟ تو کامنت ها بهم بگید که این واقعیه یا نه. من خلاصه خودم نمیدونم، زیاد اطلاعی در این باره ندارم. ویدیو شماره 5 اینه. این ویدیو واقعا پشم ریزونه. تو مدرسه است، ولی خب ناموسن چی، اصلا شبیه مدرسه هم نیست. میگن این سلولا برای تنبیه دانش آموزا بوده و تو مدرسه بوده. منبع ویدیو اسم از شهر نیاورده که نشه روش تحقیق کرد. نمیدونم چیزه. اگه اطلاعات دارید این مدرسه کجاست یا اصلا برای چیزه، تو کامنت ها بگید که واقعا پشمام ریخته. اینجا رو نگاه کن، اینجا رو نگاه کن یه لحظه. anda la energía de esa pequeñita. Vamos a seguir avanzando. No hay nadie, escuchen el silencio, no hay absolutamente nadie. De hecho, yo estoy intentando grabar antes de que cierren el lugar. یه لحظه فکرشو کن مثلا توی همچین جایی تنها زندگی کنی. خیلی ترسناکه. Vamos a ingresar a este lugar. Miren, aquí parecen ser unas celdas. یعنی ترسه رو میشه از صدای زن فهمی چجوری صداش داره میلرزه. Y aquí la energía se siente muy pesada. Ay, estoy escuchando, escuchen. Dios, ¿qué es eso? خنده عصبی و ناشی از ترسه. صدا رو گوش کنید. وقتی یه صداهایی میاد زنه میترسه ولی تازه شروعشه. گوش کن. یکی اینجا با منه. میخوام بپرسم a ese ser que posiblemente no ha encontrado la luz, si se encuentra aquí, de lo que aquí se encuentra. میگه یکی تازه اینجا بوده چون چیزاش تازه است. فندک و چیه، شاید بی خانمانی چیزیه. Yo quiero preguntar y me estoy atreviendo a hacerlo estando sola en este lugar. Dios mío, yo vi algo que corrió. پشمام. تو اینجا حاله دود مانند رو دیدید شما؟ حاله دود مانند رو نگاه کن. پشمام. پشت من چی بود؟ پشمام نریزه. Espero que lo hayan visto, yo les voy. ¡Ay! ¡Ahí está corriendo algo! Voy a... کثافت ویدیوش ترسناک، صدایی که در میان ترسناک نیست. Ya cuando haga la edición
edición de este video para ponerle un signo. من بودم همونجا دو سه تا فوش میدادم بیا اول فصل. الان یه چی اینجا رد میشه. No sé si era otra cosa, pero estoy segura que no era una persona. این عینک من چیزه سه بعدی میبینم همه چیزو، بعد ترسکیش بیشتره، یهو چیزی رد میشه میره پشمام میریزه. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No. ¿Quién está aquí? وقتی تو این سبد رسیدم شبیه چیزای مصنوعیه، وقتی روشو میکنم اونور این تکون میخوره. بچه این نمیتونه فیک باشه، این اگرم فیک باشه احتمال فیک بودنش نیست، بین جن و بی خانمان یه چیز قویه. حالا معلوم نیست کدومشه. ما که بیمه حضرت علیم. اینجا خیلی ترسناکه بچه‌ها. کل این ویدیو چرا یه مدرسه اصلا باید شبیه زندان باشه، همچین چیزایی داشته باشه. اگه اطلاعاتی راجع به این چی داری داخل کامنت ها بهم بگی، چون واقعا کنجکاو شدم. خیلی ترسناکه. و اگه هم از این ویدیو خوشتون اومد لایک سابسکرایب زنگوله یادتون نره. عاشقتونم. برای ویدیوهای بیشتر چنل رو سابسکرایب کنید. تا دیدار بعدی.